سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو کاملا جذاب و خفن. بچه ها چه خبر؟ چطورید؟ چند وقت نیستم خوبی؟ چه خبر؟ بچه ها امروز سه شهریوره که من 3-4 روز ویدیو نداشتم و بچه ها واقعا بازدیده خیلی اومده پایین و من اصلا اینجوری دارم افسرده میشم. خودم هم چون ویدیو نمیذارم سر همینه و اومدم این ویدیو رو حالا بگیریم، ولی بازدیدات مثلا تو خود یوتیوب استودیو من 36 تاست، میام میبینم تو خود یوتیوب من 10 تا بازدیده، تا پیروز 16 تا 17 تا حتی 24 تا هم بازدید میرفت، ولی یه دفعه یوتیوب داره کم میکنه. نمیدونم مشکلت چیه، بعد من این مشکل رو حلش کنم. یکی کامنت ها بود که کامنت ها درست شد، ولی الان مشکل اصلی اینه. و بچه اومدیم از همون راکت لیگ بازی کنیم که دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم. قراره راکت لیگ بازی کنیم و ببینیم اگه ببازیم با مجازات سنگین سس تون قراره اجرا کنیم. پس پیش به سوی این ویدیو و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک این ویدیو اصلا فراموش نشه. زنگوله رو هم بزنید 100%. کامنت هم 100% بذار، کامنت انگلیسی یوتیوب فکر نکنه شما باتین و پاک کنه دیدن قشنگتون رو. و سابسکرایب چنل هم فراموش نشه، دکتر قرمز خاکسترش کنید و اینکه 100% این کارو کردین ها. و اینکه این اسم بندم این بالا میاد گیمر داتا 8، اونم 100% فالو کنید. بریم سراغ این ویدیو خفن و بوم. لیتس گو، بزن که بریم. خب بچه‌ها شروع شد و بریم اینجا با چیزامون رو. بچه‌ها خیلی راکت لیگ بازی میکنم، یکی از عشقای منه تو بازی و میبینید 3 تا هم بازی هم که 2 تاشو بردیم و یکیشو باختیم. من تا الان 6 فصلشو تموم کردم راکت لیگو، خیلی دوستش دارم خداییش و امروز هم قراره بریم بازی کنیم. یه اشتباهی شده، چرا یه نفره؟ من میخوام 4 نفره بازی کنیم. 4 نفر خیلی بیشتر حال میده و اینجا رو کلا عوض کنیم و بریم پیش 4 نفره. اوکی خب بریم. از فصل 1 شروع شد که هر بازی هم 5 دقیقه است، ما یه بازیشو انجام بدیم که زیاد تایم ویدیو هم زیاد نشه. بریم همه اول کار خراب. بریم باید تو اینجا بازی باید دورش کنیم. دوره، آها اشی کنیم. خرد و خری شده. من دوربینم زیاد نمیتونم نگاه کنم چون شاید حواسم بازی باشه. آها برو پاس بده. اینجوری هم اصلا بازی کنم یکی خیلی ترم. من خودم خیلی هم، ولی بچه این بازی من پرو هم خدایی چرا غیر از شوخی. من این بازی رو کلا دوست دارم. PS4 هم داشتم، این 5 داریم بازی میکنیم، ولی PS4 قبلی من این بازی داشتم که سر چیزاش پاک شد، حجم بالاش پاک شد. حتی پاک نشده، خودم پاکش کردم، ولی فعلا توپ داره میاد. برو یا علی بزن. گل اول بازی رو من میزنم. اسمم چیه؟ 21 نمیدونم، یه همچین اسمایی دارم من. بچه گل اول ما زدیم، بهتون گفتم دیگه من داشت پرو همون. آره یه عشق کنید دیگه، گیمرتا پرو باشه. من خود این بازی رو بچگی خیلی دوست داشتم. اون بچه مثلا 10-9 سالگی بود که PS4 داشتم، مثلا از اون اولش من بازی رو بازی میکردم راکت لیگو. من بچه بودم مثلا اسمشو نمیدونستم، بهش میگفتم ماشین فوتبالی. گل دوم و پاس گل
بچه پروه، به خود من میشم پرو، ما نوب نیستیم مگر نه به خدا رو پروه. کلا من اصلا دوست دارم رو نوب بازی کنم، حال نمیده. چرا حالا کالافو یه ذره نوبیم ولی خب اینجا اصلا اینجا جبران کردیم کالافو. باس بزن خاک تو سرت اون زدنت اصول. ما کیا شدیم 80 میلیون نفر. بچه خواستی آنلاین اینم بریم، فکر کنم آنلاین هم داشته باشه. خواستی حتما تو کامنت ها واسه من بگین، تو کامنت ها خیلی واسه من مهمه. بعضی مردم میگه هی میخوایم پوست بذاریم گل خوردیم، منم هی میخوایم دیگه پوست بذاریم تا حوصله شما سر نره از کار بریم بریم واسه جبران. برم که 2-1 جلوییم ولی خب بزن چه خوشگل زد یارو. اش میکنید ذراتو. آها برو رفت و گول. چه شانسی تا الان 368 امتیاز گرفتیم، خیلیه. گفتم که ما دیگه اینجا پرو تشریف داریم. چی شد تو؟ چیز ندارم، نیترو ندارم. بله حالا میرم واسه سانت خوب. سانت انجام میشه و یه ضربه که نشد. بچه داریم ضد حمله میخوریم در حد لالیگا. بزن بره با یاجی بزنید بره دیگه. بسم الله. چرا نمیره توپه؟ خدا من تعجب میکنم چرا این توپه تو گل اون نمیره. بچه کنن یه دقیقه دیگه بیشتر نبوده تا پایان بازیمون. وای حاجی ریدیم هممون. یه تو این چند ثانیه دیگه که ما که دوتا نمیخوریم ولی خب 3-2 یه ذره نتیجه بدیه، حال نمیکنم. لامصب بچه بریم همین آخرای کار 15 ثانیه و 14 بریم یه گل بزنیم شدنیه واسه من. آجی زده حمله فقط نخوریم. تمام بچه تمام شد و ما بردیم این بازی رو با نتیجه 3-1. اولین بازی خودمون رو پشت سر گذاشتیم و بردیم. بچه خواستید باز از این ویدیوها واسهتون بذاریم 100% تو کامنت ها واسه ما بگید و اینکه خواستید مثلا زیادتر بریم اینا ما سریعش کنیم حتما تو کامنت ها بازم واسه ما بنویسید و کامنت انگلیسی هم بذارید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید بچه ها و دیگه لایک و اینا هم بهتون گفتم اول ویدیو دیگه. اگه دوست داشته باشید من این کار رو انجام میدیم. تا یه ویدیو دیگه با چه کسی ها؟ با گیمر تاها. خدا نگهدار شما باشه.